آموزش خوانندگی روز 58. چگونه صدای خاص خودتان را پیدا کنید؟ اولیش حتما توی 2 طبقه یا 2 صدای مختلف بخونید. پس دومیش میشه صدای خواننده اصلی رو تقلید نکنید. نکته سوم، حتی اگه سبک مورد علاقتونم نیست حتما امتحانش کنید. شاید خوشتون اومد. سعی کنید تمام این سبک‌ها رو این هفته یاد بگیرید، چون که هم پتانسیل های صداتون رو میشناسید و همین که شاید یک چیزی در صداتون کشف بکنید که قبلا نمیدونستید و ببینید که چقدر این سبک به صدای من میاد. و آخرین نکته، با صدای حرف زدن عادیتون شروع کنید. عادتهای آوازی قدیم رو ولش کنید، تقلید رو ولش کنید. با همون صدایی که پیدا کردید هفته قبل با همون شروع کنید، یا اصلا با صدای حرف زدنتون شروع کنید و بعد نکاتی که من میگم رو اضافه کنید و از همه مهمتر گرم کردن فراموش نشه.